به سرنج گوش می کنید. از اینجا تا دکه فقط یک کوچه فاصله است. کوچه‌ای که پیاده روهای شلوغش پر از آدم‌هایی است که از میان تکاپوی ماشین‌ها عبور می‌کنند. ماشین‌هایی که هر کدام به دنبال یک جای پارک می‌گردند. توقف‌های کوتاه، مدام گاز دادن و پا روی ترمز گذاشتن. دکه از اینجا پیداست، اما هنوز به آن نرسیدم. 3 نفر جلوی دکه ایستادند، منتظر، در سکوتی که تنها با صدای ماشین‌ها شکسته می‌شود. با خودم تکرار می‌کنم. سلام، یک پاکت بهمن کوچیک. سلام، یک پاکت بهمن کوچیک. برای لحظه‌ای فکر می‌کنم که اگر این جمله ساده را فراموش کنم چه؟ دوباره تکرار می‌کنم. همان جمله کوتاه که انگار باید مثل یک ریتم در ذهنم تکرار شود، اما ناگهان ذهنم خاموش می‌شود. جمله‌ها به هم چسبیده زیر فشار صدای ماشین‌ها یا شاید چیزی درون خودم از بین می‌روند. حالا فقط قدم‌هایی هست که باید بردارم تا از کوچه بگذرم. ماشینی درست دم پایم ترمز می‌گیرد. صدای لاستیک‌ها روی آسفالت برای یک لحظه همه چیز را در هم می‌شکند. به شیشه نگاه می‌کنم، اما از راننده چیزی نمی‌بینم. نور روی شیشه افتاده و تنها یک هاله محو باقی مانده است. چیزی که نمی‌توان به آن شکل داد. از کنارش رد می‌شوم، بدون هیچ کلمه‌ای، بدون هیچ مکسی. راننده گازش را می‌گیرد و دوباره می‌رود. شاید مثل من، شاید برخلاف من، اما تفاوتی نیست. هر دو به حرکتمان ادامه می‌دهیم. جلوی دکه ایستاده‌ام. 1 نفر مانده تا نوبتم شود. به 10 فندک رنگی نگاه می‌کنم که در ویترین کوچک چیده شده‌اند. یک نمایش خالص، بی هیچ ترتیب مشخصی، اما با جذابیتی که چشم‌ها را می‌دزدند. اول همه را مثل یک تصویر کلی نگاه می‌کنم. یک جمعیت کوچک از اشیا، اما بعد از یک کنار با نگاه دقیق‌تری هر کدام را می‌سنجم. هر رنگ به طرز عجیبی شدیدتر از رنگ دیگر است. بعضی از فندک‌ها بین تمامشان جلوه‌ای بیشتری دارند که سریعتر جلوی چشم می‌آیند. به آبی سرد، به زرد داغ، به قرمز غلیظ نگاه می‌کنم. همه خالصند، انگار از درون نور بیرون آمده باشند. ناگهان یک زن از راه می‌رسد. کیف بزرگ چرمیش را روی آرنجش انداخته. صورتش را جلو می آورد و به دکه نزدیکتر می شود. صدایش با صراحتی که دارد حواسم را از ویترین بیرون می کشد. وقتی اسم یک برند سیگار را می آورد، فروشنده نگاه کوتاهی به قفسه ها می اندازد و می گوید ندارد. زن سرش را کمی عقب می برد. مکسی کوتاه می کند، اما به وضوح چیزی در نگاهش کم رنگ تر می شود. شاید کمی جا خورده. شاید فقط منتظر جواب دیگری بود که نگرفت. کیف چرمیش را کمی جابجا می کند و با مکث کوتاهی به کنار می رود. حالا نوبت به من است که سلام کنم و جمله‌ای که پیشتر مدام تکرار کرده بودم را بلند بگویم. اما کلمات مثل تمام نگاه‌هایی که روی فندک‌ها جا گذاشته بودم، انگار هنوز در فضای ذهنم شناورند، بی آنکه کاملاً شکل بگیرند. پاکت را می گیرم. رمز کارت را می گویم. رمزی که سالهاست همان عددها را تکرار می کنم. بی هیچ فکر، بی هیچ تردید. انگار اعداد جزئی از زبان روزمره‌ام شدند. بخشی از سکوت‌هایی که میان کلمات گیر کردند. کارت و رسید را از دریچه کوچک دکه می گیرم. دریچه‌ای که مثل مرز میان من و آن دنیای ریز داخل دکه به نظر می آید. جایی که نظم اجناس و سیگارها در قفسه‌ها شبیه به جزیره آرام است. 2 قدم برداشتم که رسید از دستم میافتد. نمیدانم چطور تمام شده، فقط حس میکنم چیزی از دستم لغزید و روی زمین خیس افتاد. کنار لکه آب که انعکاس نور شب هنوز در آن باقی مانده بود. نمیدانم چرا خم نمیشوم تا رسید را بردارم. شاید مهم نیست. شاید فقط بخشی از لحظه‌ای بود که به پایان رسیده است. به سمت پارک کوچک در نزدیکی آنجا میپیچم. هوا کمی سنگین است، اما سکوت پارک با این سنگینی سازگار شده. صداها دورتر هستند. انعکاس بوقها حالا پس زمینه محوتر تبدیل شده. روی سکوی سیمانی که در سایه چراغ‌های کم نور پارک قرار دارد می نشینم. باد آرام است. انگار شب چیزی را با خود نمی آورد جز همان سکون طولانی. همان زن با کیف چرمی باز پیدایش می شود. حرکتهایش آرام است. انگار چیزی را با اطمینانی خاموش دنبال می کند.
قدمهایش طوری است که مطمئن به نظر می رسد، اما انگار با خود چیزی نمی گوید، مثل سکوتی که در کیف بزرگش جا گذاشته باشد. بدون هیچ حرفی جلو می آید. نگاهم به اوست، اما او با فاصله کوتاهی مکث می کند. دستش را دراز می کند و یک نخ سیگار از من می گیرد. انگار چیزی که می خواست همینجا بوده و حالا دیگر نیازی برای ادامه جستجویی که در نگاهش سرگردان بود ندارد. سیگار را می گیرد. کاری ساده و تمام شده. اما در این کار همه چیز هست. نحوهی که دستش جلو آمد، سرش را به سمت من نزدیک کرد و چطور بدون هیچ رد اضافی سیگار را گرفت و عقب کشید. لحظه‌ای سکوت میانمان هست، سکوتی که با باد محو می شود، شبیه به چیزی که دیرتر به یادم خواهد آمد، اما نمیدانم چرا. سیگار را روشن می کند، بدون حرفی دیگر، فقط به همین هیجان کوچک بسنده می کند. چیزی نمیگویم. شاید نگاهش برای لحظه‌ای مرا دنبال می کند، یا شاید تنها در فضای پارک پراکنده می شود، مثل دود. سیگار در دست زن روشن می شود. من هنوز نگاهش را دنبال می کنم. چیزی درونم هست، یک کشش، یک حس آشنا که به من می گوید همین لحظه را باید به خاطر بسپارم. همین تصویر ساده، همین حاله های بی حرکت میان نور کمرنگ پارک و سایه های سنگین شب. دست زن که سیگار را به لبهایش میبرد، دود رها می شود و مثل خطوطی نرم و محو در هوا حرکت می کنند. همان لحظه فکر می کنم چطور این حرکت ها می توانند خودشان را نشان بدهند. آیا روی کاغذ یا بوم همان اندازه واقعی هستند که در این سکون بی پایان اینجا؟ من نقاشم و همیشه میان این فاصله‌ای که با لحظه دارم گیر کردم. این تصویر زن، کیف چرمیش، سکوی سیمانی، دود سیگار، حتی چراغ‌های مات پارک، چیزی بیشتر از آنچه هست به نظر می آیند. همه‌شان یک زبان دارند، نه گفتنی بلکه دیدنی، زبانی که تنها می شود از طریق خطوط و رنگ‌ها کشف کرد. لحظه‌ای به ذهنم می آید این صحنه را چطور در بوم ثبت کنم، کیف بزرگ زن را چطور کنار بدنش نشان بدهم که این همه سکون را در خود داشته باشد، چطور دود را طوری به تصویر بکشم که شبیه به چیزی باشد که انگار در هوا زندگی می کند. اما نقاشی همیشه خیانت می کند. خیال نمی تواند به اندازه لحظه واقعی باشد. آن چیزی که دود می سازد، حتی نورهایی که روی زمین خیس کوچه به جا مانده بودند، فقط در همین زمان نفس می کشند. وقتی وارد بوم و قلم می شوند، شکلشان تغییر می کند. می خواهند چیزی شوند که نیستند. به یاد چیزی که صبح کشیده بودم می افتم. خطوط بیشکل لباسها، چینهای پارچه ها، بازی نور و سایه. آن تصویر در خودش سکون داشت، اما حالا این زن، این سکوی سیمانی به چیزی دیگر فکر مرا میبرد. شاید همین لحظه را به بوم بکشانم، همین سکوت بلند پارک را که میان ما و شب پر کرده است. زن دوباره سرش را بالا میگیرد، سیگار هنوز روشن است. به نظر می آید چیزی نمیخواهد بگوید، اما نگاهش به چیزی مکث می کند، چیزی که نمیدانم در من دیده یا در شب. با دستش دود را کنار میزند و سیگار را کمی دورتر میگیرد، مکسی طولانی که به وضوح دارد لحظه را بیشتر سنگین می کند. شاید نباید این صحنه را نقاشی کنم. شاید چیزی میان آن و آنچه که باید روی بوم باشد همیشه از دست می رود. آیا می شود همین حس بینام، همین بی حرکتی که در همه چیز جاری است، دور از ردی که انسان بر کاغذ یا بوم می‌گذارد ثبت شود؟ این سوال همیشه پشت سرم بوده. هر بار که به دکه می رسیدم، هر بار که پاهایم از روی خیابان عبور می کردند، یا هر بار که به خطوط لباسها نگاه می کردم، هر چیزی که می بینم می خواهد خودش باشد، نه آن چیزی که دستهایم می تواند از آن خلق کند. زن سیگارش تمام نمی شود، اما انگار تمام کرده است. بدون حرف آرام بلند می شود و دور می شود، از من، از سکو و از آن چیزی که میان ما باقی مانده بود. خطوطش در تاریکی شب محو می شوند و همین محو شدن تنها چیزی است که مرا باقی گذاشته. من، سکوی سیمانی و دود کم رمق باقی مانده. من نقاشم، اما حالا تصمیم گرفتم این صحنه را فقط نگاه کنم، بدون اینکه دستم به قلم برسد. شاید بعضی لحظه ها نباید منتقل شوند. شاید بعضی لحظه ها تنها برای زیستن باشند، نه برای ساختن.
صورت